یک مردک اگه تنظیم نبوده پیشتر برای فرزند خیلی پس پیش نگاه نمیکنن زندگی میکنن یک 15 نفر شده بعد همه هر بیگه ای کار خسته شده میامده که زنش سر میکرده نه آتش وقتش بسید 5 نفر بسید یه زنه قوت از تولد کرن که نگیره کنم چکار میکنی 15 نفر پولی دفتر نوشته قلم کتاب مردک هر روز میگه همین گپا میشنه دیگه شده است یک اهمیت داده که خانه همسایه با یک زن شوهر ندارد گفته هوای من زن دویم نکاح کرده میگیرم ای غروری زن خرید گرکش خلاص میشم این برای شما احتیاط میتونه برای هر روز سه زن نکنید زن بود بارگین بین کرده رفته همون نکاح کرده با خواهرش گفته زنک من یک ماه کمک رفته میرم پامال به خدا رفته است یک ماه پس اومده دور استوره گفته زنک بازی کازن پالاژه ممکن من 2 ماه دیگه نمیام 6 ماه با هم گفته رفته ما شاشو دا فکر کرده با هم پوچ دیگه فکر کرده استوره زنک بالا پوچ من بالا کو خیلی فهمیده رفته مردک چی نمیخواد شما چی پرابلم است یعنی چی گپ زنیته یک خانم بروادم اگر کدوم مردک دو زن داشته باشه یک زنش کشد بعد چی هم شما که کشمی این زن گفته تو دیوانه نی 35 سال حیات من است که من میکشی 10 تا گلک سگره میماند 12 تا چیکار میکنی دیگه از خیلی گپ نیست زن گفته گوش کن من نغمام دامادت فهمیدم یک بار دیگه اثر دیوال پر با کازر نبرو و دختر همسایه کش پیش من بیو پرامی من نشد دیگه این مرداش تو فهمیدن بود من بر وقت فهمیدم تو خاطر گشتم خاطر گل کو تیز رو مردا خصوصا دویده رفته است اونجا آدم کشی خونه همسایه این زنش داره باز میبینه باز میبینه این ساعت یک سال ارشد درک نیست 3 سال ارشد درک نیست تا ببینم که چیکار شد چی خدیر کرد بیچاره زنک هم ساعت 2 شب واسه دیوار پاره داشت خانه همسایه جیم یگم کس نکشته یک اهمیت داره نوربون هست نه پایان داموندگی بود بالا موندگی شوهر منم بالا هر جا باشد در بالای بام کشته افتاده میرسون نفهمم افتاد بیا بینم بچه‌ش رو بخونم بعد جگرم پر شود افتاد زور زده بالای بام برآمده بیند که حقیقتا یک شوهرش زن دیگه کشته است اونجا کشته است تو این میگویی بزه کشته است تاجیکی میان همزن بلا عشق شرط بایستاد بیسی او تو شکرم نمیزن شما الان که فهم تو چیکار رسید اونجا این زنه دیده پیر خریش شد بریزه 6 ماه گم بدی آکشتنش که همی خیلی بود اول خود من نکشتی به بیرکشی تو یک مرده که دیگر ریش ریستونه که زنش دور آمده هم مرده کنجی به هم کنجی از چی باریش میگیرید؟ خریش میگیرید از چی باید 3 بار شد گشته این روز میگیرید؟ او خیلی گرفتم نه شما یگان بالا دارید یگان اویمی نو یفتگی نه آخی چی کب رئیس ما گفت که ای پگارش کرد نبیم برای هوای میگیرم مایلش رئیستون گفته باشد دردی بخیر مایلش گیرید نیک خدا نکنه یگان اویمی رفته باشد بنزین خرید گفته پژر میکنم مرده که بیچاره ریش گرفته کارخانه رفته تو بگه فکر که موضوع خونه رو میزنم به چی فهمونم که ای باورش نبرم مثلا خیالات نکردم یگان اوی من نیفتم نگادش دگل کدیل جگر او خوردگی بای با بگه خدا با آمدش تک زنش آمده بی ها آمدم خوراک میخوره میگه که نمی مردک بیچاره میدونست که میبخشه من از درش ملایم خلوق یه روز خوراک من 2 روز دیگه فراموش میکنه تو از اگر هم گویا که خودم باشه با جنگ جنجال ده خوبش اكو ای بالا هزار تکو نه زنک جون ما خود نمیخورم این زن تاجیک چه شما به بالا ریش نگرفته خالی کدام زنک رفته سیر کرده رای کرده